یه طرف اینو از همش باید کنه، یعنی میز کارنره سه کارنره و ترازیزی هم میده. بچه ها این ترازیزی این ترازیزی الان دیگه دو خطاشون من خب سه خطا حرف رو گفتم دارم چون که گونیایی اینا هم که این شکلی میان خب یعنی یه درام نمیدونش داره 2360 درجه اینایی که داخل نجوشون 90 درجه بهترین گزینه 360 درجه سه خط یعنی دو تا خط محور بایده و یکی محور ایکس نمیدونم بای و زد دفعه یه ماه نیست گفتیم نیست یکی عددش تو بایه من دیگه شک کنم یکیش محور بای یکی زد اما یه مایی هم ایکسه که برای ترازی این که برای ترازی استفاده میشه دیگه همه دیگه ولی این بومیایی تو بحث دیوارا مثلا سرامی که میچسبینی از پایین برداشتنی لبه پایین تنظیم میکنی تا بالا باید این لبه بشه برای اینکه سرامیک چک کنی خود ترازی باید اینکه دفعه چی تو خطا میره چطور دفعه این ترازی خطا میره فکر الان این خط ریزه دیگه افتاده دیوار میبینی یه علامت میزن حالا فرد ما کامل بده توضیح یه علامت میزن اینجا یه علامت هم میزن این با این اسیست این 90 درجه بشه باید بودی همون خط بزده بشه به همسایی یعنی هیچ حسابی تا ریزه نده این الان این این پالس دتکت حالا میگم با دتکتور نظر دتکتور پس میتونی یه خط رو بزنی که لیزر اون برم یه خط بزنی 90 درجه چرخونیش باید دو خط اگر نه دو خط حالا تو دیوارم مثلا پایین بزنی بالا بزنی که چرخونیش باید همون یه خط ترازیزی خیلی مهمه دنیای این سه خط که روش هم کنی چون میتونم مثلا این کف سالونا کار بکنه دیگه ریسک نم ترازیزی دیگه شماجش که همش خطا بزنه نه اصلا این کانترول این وقتی این کانترول رو باز میکنی این کانترول وسط آویز میره نمیدونم چیزی بهش میگن خود وزن کانترول جوری تنظیم شده که تراز باید دنیا باید دنیایی هم همینجوری خط دنیا رو میبینی مثلا دو ارتفاع سمتریه دو سمت یه خط میزنی این سمت هم یه خط میزنی اینجا هم رو خط میزنی بعد اینجوری میچرخونی این خط هم باید داشته برام خط اگر نه دنیا نیست خراب شده تو بحث دنیا کردن کفا خیلی ایمان اکنون میخوای ببینی کف سال رو فرق آره تنظیم میکنی یه خطی مثلا سرامیک یک گلی خب توی گوشه کار تنظیم میکنی کل فاصله دیوار یک سانتیمتر یک متر مثلا یک سانتیمتر سه دو مثلا 6 تنظیم میکنی اون بخاطر بادباره بعد اون سمت هم همینجوری اول کاری مثلا یک سانتیمتر یک متر 6 تنظیم میکنی بعد این